سرخط خبرهای مهم: آغاز مرافعه شهروند تاجیکستان که به حمله کلیسا در ترکیه متهم است. محدودیت کاری مهاجران در یک ولایت دیگری روسیه و اظهارات الهام علیف درباره مسئولیت نمایندگان روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز سه‌شنبه هفتم ینور. در شهر استانبول ترکیه مرافعه پرونده حمله به کلیسای کاتولیکی که در آن شهروند تاجیکستان متهم است آغاز گردید. در این باره نشریه جمهوریت ترکیه خبر می‌دهد امیرجان خلیقوف شهروند تاجیکستان با آن متهم می شود که روز 28 ینوار سال گذشته همراه یک شهروند روسیه هنگام عبادت به کلیسای کاتولیک ها حمله مسلحانه انجام دادند که در نتیجه یک نفر کشته شد. مقامات در ترکیه آن زمان گفته بودند که هر دو گمانبر حمله را بازداشت کردند و به نوشته رسانه‌ها شهروند روسیه به واسطه تیرخوری کرده و شهروند تاجیکستان نتوانسته سلاح را به کار اندازد. به نوشته روزنامه جمهوریت هر دو عضو دویش سازمان ممنوع در تاجیکستان بودند که بعداً مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. حالا بیشتر از 50 نفر دست داشتگان را در این قضیه حبسی از 7.5 سال تا 1 عمری تهدید می کند. در ولایت ورونژ روسیه باز در چند ساحه دیگر کار برای مهاجران را منع کردند. خبر رسانه‌های روسی در این باره می‌نویسند قرار منع کار مهاجران را الکساندر گوسیف رئیس ولایت آخر ماه دکبر امضا کرده است. بنا به این قرار مهاجران در این ولایت دیگر نمی‌توانند در ساحه‌های باررسانی، معارف، تندرستی، تجارت و نگاهبینی بیماران فعالیت کنند. از این به بعد مهاجران حق دارند در این ولایت تنها بارکشانی، کوچه‌روبی و فراشی کنند. مهاجرانی که حالا در وظیفه‌های برای آنها منع شده کار می‌کنند از کار آزاد کرده می‌شوند یا با دستور رئیس ولایت به کارهای موافق گذرانده می‌شوند. از این پیشتر در سیواستوپل، نووسیبیرسک، تولسک، کامچاتکا و ممنوعیت‌های مانند در ولایت‌های کالوگا، منطقه‌های خودمختاری خانتی-منسیسک، ولایت‌های تیومن و کالینینگراد جاری شده بود. سامانه میدوزا پیشتر از قول یک منبع نزدیک به کرمل اقتباس آورده بود که مسئله ضد مهاجرت واقعا همچون ابزار دور کردن دقت جامعه از مشکلات دیگر خوب کار میکند. روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کره تاجیک است و محدودیت‌های نو زندگی هزاران نفر آنها را که در شهرهای مختلف روسیه کار و فعالیت دارند سخت‌تر خواهد کرد. رئیس جمهوری آذربایجان مسئولیت سقوط یک هواپیمای کشورش را در قزاقستان به دوش نمایندگان روسیه گذاشت. الهام علیف در این باره روز 6 ینور اظهارات داد. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر سال 2024 از باکو به گروزنی پرواز داشت در فضای روسیه آسیب دیده در نزدیکی شهر اقتاو در قزاقستان افتاد. 38 نفر جان باخته، 29 تن دیگر مجروح شدند. پرزیدنت آذربایجان مجازات آنها را طلب کرد که سبب مرگ شهروندان آذربایجان گشتند. مقامات روسیه درباره سبب‌های تصادف و مسئولیت آنها در این حادثه چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 دکبر از همتای وزیرش الهام علیف برای آنکه حادثه فاجعه بار در قلمرو هوایی روسیه رخ داده است عذر پرسید. پس از قطع انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا، نرخ گاز طبیعی در اروپا بالا رفته است. بنا به گزارش صدای آمریکا تا سال 2022 مسکو 3/1 گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد، ولی پس از حمله به دلیل مسکو به اوکراین این قاره از استفاده گاز روسیه دست کشید. زرنگیز نوروز گزارش می‌دهد. ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حد بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 ینور سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت ضرر می‌بیند. به اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیری زیاد نخواهد داشت. برای این همه چی آماده بود.
حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. اسلواکیا، ونگریا مثلا افسر صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پول بیشتر بپردازند، کاری که دیگران همیشه میکردند. ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراینا اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراینا جنگ را ادامه میدهند، وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای ایلوگی را نخواهد داد. سروزیر اسلواکیا روبرت فیتسو با پرزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو ضد پشتیبانی غرب از کیف است. بعد قطع انتقال گاز اوکراین و اتحاد اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خرد عضو خود را قربانی هدفهای به گفته وی به معنای ژئوپلیتیکی میکند. این برای همه ما به اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه. این در حالی است که اتحاد اروپا با افزایش واردات گاز مایع از امریکا توانست وابستگی خود را از گاز روسیه کاهش دهد. گاز وارداتی از روسیه سال 2024 همگی 5% حجم عمومی گاز انتقال یافته به اروپا را تشکیل داده است. یک قسم آن توسط اسلواکیا به اروپای غربی می‌گذشت و سبب نگرانی فیتسو هم به گفته برخی از تحلیلگران همین است. اسلواکیا که لوله گاز از داخل آن به کشورهای دیگر می‌گذرد، از حساب حق ترانزیت قریب نیم میلیارد دلار درآمد داشت. تا زمانی حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپروم روسیه از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا بود. به باور تحلیلگر، پوتین در پاسخ اشتباه کرد. پوتین خود را ملتگرای بزرگ روس تصور می‌کند. خب، حالا این ملتگرای بزرگ یکی از تجارت‌های بزرگترین روسیه را از دست داد. راه‌های دیگری انتقال گاز به اروپا محدودند. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس به یمن و اروپا می‌گذرد، سال 2022 بسته شد. چند ماه پیش خط لوله‌ای مجرای شمالی از بالتیک به آلمان هم تخریب کرده شد. روسیه همانا می‌تواند به مجارستان، ترکیه و صربستان طریق خط لوله‌ای مجرای ترکی گاز انتقال دهد. توجیکستان در ریتینگ بین‌المللی IQ قابلیت ذهنی یا چینک عقل میون 127 کشور در جای 96 قرار گرفت. جای اول را جمهوری چین با نشان دهنده 107 خال صاحب گشت. معلومات درباره IQ میانه در کشورهای گوناگون جهان را مرکز فهرست بین‌المللی IQ نشر کرد. از تاجیکستان 422 نفر در سنجش اشتراک کردند. با گفته تهیه‌گران، غذای سالم در بلند گردیدن IQ تأثیری عمیق دارد. از این رو کشورهایی که عادت‌های غذایی خوب و سطح پست کم‌بضاعتی دارند، عادتاً IQ میانه بلندتر دارند. اینچنین مؤلفان بازی شахمات و آموزش 2 یا زیاده زبان‌ها را نیز به بلندشوی IQ مساعد دانستند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. از 7 январи соли 2019 бар асоси тағйирот ба қонуни ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ширкату корхонаҳо дар тоҷикистон вазифадор шуданд ки моликон ё манфиатгирони ниҳоии худро ошкор кунанд. соли 2013 маркази таҳқиқоти Tax Justice Network сармояҳои шаҳрвандони тоҷикистон дар минтақаҳои офшорро аз 2.5 то 3.5 миллиард доллар тахмин карда буд. бузургтарин манотиқи офшорӣ дар Швейцария, Люксембург, Бритониё, Амрико ва Сингапур воқеъ буда, масалан ширкати пулшинии IRS дар ҷазираҳои Вирҷиния сабти ном шудааст. 7 январи соли 2020 вазорати беҳдошт дар тоҷикистон дастур дод ки писаронро пеш аз хатна ҳатман аз ташхиси вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ гузаронанд. сабаби чунин тасмимро ба афзоиши ин бемории сироятӣ дар кишвар аз ҷумла дар миёни кӯдакон рабт доданд. ин талабот дар ҳоле ҷорӣ шуд ки аз 1 январи соли 2019 хатнаи писаронро дар хона манъ карда, ин корро ба дӯши муассисаҳои тиббӣ вогузор карданд.
7 январи соли 1950 таваллуди Муқаддас Набиева аст ки яке аз ситораҳои тобони эстрадаи тоҷики солҳои 1970 ба ҳисоб меравад. ӯ ҳамагӣ 29 сол умр дид, чун дар як садамаи автомобилӣ ҷон дод, вале тавонист даҳҳо тарона иҷро кардаву ба дили ҳаводоронаш роҳ ёбад. таронаҳои ӯ Нури ман, Шарораи хотираҳо, Боди сабо ва дигарҳо имрӯз ҳам танҳо бо садои ӯ бознашр мешаванд. субҳи имрӯз қурби рубл бетағйир буда 1000 рубли русӣ ба 108 сомонӣ баробар аст, 100 евро ба 1140 сомонӣ ва 100 доллар ба 1094 сомонӣ. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома, аммо шумо ҳар лаҳза метавонед хабарҳои наву гузоришҳои ҷолибро дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ пайдо намоед. То фардо, худо нигаҳдор.